35 سالمه و تصمیم گرفتم یادگیری رشته مورد علاقم رو شروع کنم. 33 سالمه و با پارتنرم تصمیم گرفتیم فعلا بچه دار نشیم. 55 سالمه و تصمیم گرفتم از همسرم جدا بشم و زندگی جدیدی رو شروع کنم. 35 سالمه و هنوز تصمیم برای شروع رابطه ندارم. 40 سالمه و تصمیم گرفتم درس خوندن رو ادامه بدم. 48 سالمه و تصمیم گرفتم بیزینس خودم رو راه اندازی کنم. 39 سالمه و تصمیم گرفتم تمام عمرم روی حرفه و کارم تمرکز کنم. جامعه به زنان میگه در سن خاصی ازدواج کنن، بچه دار بشن و غیره. و اگر غیر از این عمل کنن مورد قضاوت قرار میگیرن. اما زنان آگاه میدونن که بهترین زمان برای هر انتخابی زمانی هست که خودشون تصمیم بگیرن.